سلام عرض میکنم خدمت دانشجوهای سخت‌کوش و عزیزمون که در حال برنامه‌ریزی کنکور 1404 هستن. به علت درخواست دوستان و این سوالات پرتکراری که میپرسیدم، من تصمیم گرفتم یک سریاشون رو انتخاب بکنم و جواب بدم. در رابطه با تجربه خودم بخوام صحبت کوتاهی داشته باشم، من ارشد 1402 1403 در واقع شرکت کردم، کنکور آیتی در واقع، و رتبه 41 رو تونستم کسب بکنم. شرایط مطالعه‌ای که خودم داشتم به این صورت بود که روزی 3 الی 4 ساعت میشه گفت که مفید مطالعه داشتم. تایم‌های بیشتری هم میشد ولی خب مفیدشون، یعنی در واقع زمان کلی که میتونستم اختصاص بدم بیشتر از این نبود، چون که شاغل بودم و خیلی زمان محدودی داشتم. از دوستان درگیرش هستن، بدون برنامه لطفاً پیش نرید. اگر که هدفتون این هست نتیجه بگیرید، اگر مهم نیست که خب باز اون بحثش فرق میکنه، ولی اگر به دنبال نتیجه گیری هستین و یه دانشگاه روزانه خوب در سطح تهران یا شهر مورد نظر خودتون حتی، به هیچ عنوان بدون برنامه پیش نرید، چون خیلی اذیت میشید، استرستون بیشتر میشه و متاسفانه ممکنه شکست بخورید. این نکته بود که میخواستم بهتون بگم. داشتن یک استاد مجرب در کنار خودتون، حالا در هر زمینه درسی، خیلی مهمه. اینکه منابع شما درست و استاندارد باشن، کافی باشن، اینا همشون خیلی مهمن، باید بهشون توجه بکنید. بنابر این پیشنهاد من این هستش که حتما با یک استاد خوب، حالا با اون تعداد دروسی که دارید و با منابع خوب پیش برید. اینا خیلی مهمن و سعی بکنید که چیزایی که ریسک پذیر هستن رو شما بهشون دقت بکنید، منابعتون، استادایی که باشون در ارتباط هستید و برنامه‌ای که در پیش گرفتید برای مطالعه درسیتون. برای دوستانی که راجع به نحوه تست زدن خیلی از من سوال میپرسیدن، من شهریور ماه خاطرم هست که تقریبا استارت زدم و خب صفر بودم، یعنی اولین بارم بود که ارشد میخواستم شرکت بکنم، تجربه‌ای هم نداشتم، ولی خب چون تایمم فشرده بود و فکر میکردم نسبت به بقیه شرایطم سخت‌تر هستش، چون محدودیت زمانی داشتم، به خاطر همین موضوع تصمیم گرفتم در واقع از ماه دوم تست زدن رو شروع کردم و شاید از نظر خیلی غیر معقولانه بود و عجیب به نظر می رسید، اما خب من اینجوری اوکی تر بودم و آرامش ذهنی بیشتری داشتم و فکر می کردم که اینجوری بهتره، یعنی بهتر میتونم از زمانم استفاده بکنم. به خاطر همین تست زدن رو برای ماهای آخر نذاشتم، من از همون اوایل شروع کردم. حالا شاید شما تایمتون بیشتر باشه، محدودیت نداشته باشید، میتونید زمانی که به قسمتی از تست زدن اون مبحث رسیدید تست زدن رو اون موقع شروع بکنید، هیچ مانعی نداره. حالا من تجربیات خودم رو در اختیارتون میذارم با توجه به شرایطی که خودم داشتم در واقع، که اینا همه مهم هستش. بنابراین من تست زدن رو از ماه دوم شروع کردم و سعی می‌کردم ویدیوهای حل اون تست رو پیدا بکنم و خیلی اوکی بودم با این موضوع، یعنی اگر به گذشته هم برگردم حتما این کار رو انجام میدم، چون خیلی حس خوبی بهم میداد این تسلط پیدا کردن. زمانی که مثلا یک تست رو یاد میگرفتم خیلی حالم خوب میشد، انگیزه میگرفتم و میفهمیدم که دارم در جهت مفیدی قدم برمیدارم. ولی خب چیزی که خیلی مهمه بهتون بگم که تست زدن رو برای ماه آخر نذارید به هیچ عنوان. و نکته بعدی که خیلی مهم هستش، شما سعی بکنید روزی حداقل و در بدترین حالت 5 عدد تست حل بکنید از اون مباحثی که حالا انتخاب کردید که اونا هم توضیح میدم بهتون. روزانه حداقل 5 تست حل بکنید. شما حساب بکنید تا روز کنکور 180 روزه و 180 در 5 ضرب بشه میشه 900 عدد تست که خب رقم کمی نیست. پس تست زدن رو در کنار درس خوندنتون حتما داشته باشید. اینجوری نباشه که کل مباحث رو بخونید و حتی کتاب رو هم ممکنه مثلا شما کامل خونده باشید، اینو خونده باشید اونو خونده باشید، تست زدنه که شما رو در واقع
روشن میکنه نسبت به این موضوع که کجای این روال هستین، تسلط دارین ندارین، نقاط ضعفتون و همه اینا هستش. بنابراین پیشنهاد من بهتون این هستش که حالا با توجه به اساتیدتون و اون دروسی که درس میدن، ترتیب دروس هم که خب اساتید مشخص میکنن براتون دیگه، سعی بکنید که تست زدن روزانه رو حتما داشته باشید. دفترچه‌های کنکور سال گذشته رو حتما بهشون نگاه بندازید. حتی الان اگر هیچ تسلطی ندارید، به تست زدن نرسیدید، نگاه اجمالی بندازید. در واقع تست زدن و به ویژه تست های سالهای گذشته رو بزنید کمک میکنه که شما یک دید کلی پیدا بکنید و بدونید که اون طراح ممکنه از چه زوایایی در رابطه با اون درس به شما تست بده و طرح کنه. بنابراین تست زدن بسیار مهمه و باید جزو برنامه‌های روزمره شما باشه. در رابطه با اینکه چه دروسی رو انتخاب بکنید، من اگر تجربه خودم رو بگم، من با دروس پایگاه داده شروع کردم، با سیستم عامل شروع کردم و با هوش شروع کردم و زبان رو در رابطه با زبان انگلیسی هم که پرسیده بودید، من خودم پیش زمینه داشتم و 11 سال آکادمیک خونده بودم. به خاطر همین زبان فقط یک سری لغات رو از کتاب 504 واژه مرور کردم و بقیهش پیش زمینه خودم بود. در رابطه با دروس سعی بکنید در دروسی که منعطف هستن، قابل فهمتر هستن، سبکتر و جذابتر هستن رو شروع بکنید که پیشنهاد من به شما دروسی مثل پایگاه داده است. چه تو کنکور مهندسی کامپیوتر، چه تو کنکور آیتی، با درس پایگاه داده به نظر من اگر شروع بکنید خیلی جذابتر هست و کلا درس پایگاه داده خیلی درس خوبی هست که شما در عمل هم به کارتون میاد. برای دوستانی که گفته بودن صفر هستن، پایه ندارن، برای دروسی مثل پایگاه داده هوش، برای درس هوش من با استاد گیلک خوندم و به صورت کاملا خودخوان و واقعا خیلی برام جذاب بود. حالا بستگی داره که شما هم علاقه داشته باشید به این موضوع یا نه، ولی من از کتاب هوش ایشون استفاده کردم و از ویدیوهای ایشون اوکی بودن از نظر من باشون ارتباط گرفتم. استاد گیلک در رابطه با درس پایگاه داده و سیستم عامل، دوستانی که گفته بودن صفر هستن، گپ تحصیلی داشتن و فاصله افتاده و کلا همه چیز رو یادشون رفته، استاد خلیلفر رو میتونم پیشنهاد بکنم. ایشون از جمله استاد خوبی هستن در این زمینه که به نظر من فکر میکنم اوکی. دوستان عزیزم، در رابطه با اینکه پرسیده بودید چه کار بکنیم که در واقع قاطی نکنیم، اصطلاحاً یادمون نره مباحث گذشته رو، این موضوع رو بهتون بگم که سعی بکنید از همون اوایل که دروس رو ترتیب بندی کردید، مثلا شما با 4 درس شروع کردید، با این دروسی که شروع میکنید سعی بکنید به تسلط 50% تا 80% اون دروس که رسیدید درس های دیگر رو هم اضافه بکنید و خودتون رو به جایی برسونید که کم کم بتونید گروهی درس ها رو با هم دیگه هندل بکنید، یعنی تمرکز بکنید و تعادل ایجاد کنید، بتونید در طول روز فقط یک درس نخونید، از 2 درس از 3 درس استفاده بکنید و همیشه این رو یادتون باشه که قبل از اینکه برید سراغ مباحث جدید حتما تثبیت مباحث اولیه رو انجام بدید. این خیلی مهم هست که مباحث اولیه از ذهنتون نره و شما تثبیت انجام بدید. پس این موضوع هم قابل توجه هست که رو چه دروسی تمرکز بکنیم، کدوم دروس هستن که به ما درصد بیشتری میدن، شانس قبولی بیشتری به ما میدن. یک سری دروس هستن که توی صحبت‌های قبلی هم بهشون اشاره کردم، اینا منعطف هستن، قابل خوندن، قابل حل کردن هستن، یعنی شما اگر موارد استاندارد رو راجبش بخونید، تمرین بکنید، تست بزنید، حتما میتونید توی کنکور هم ازش بازدهی خوبی داشته باشید. که دروسی مثل پایگاه اوکی، سیستم عامل، هوش، حتی اینا دروسی هستن که منعطفن، میتونید روشون حساب بکنید، میتونید روشون متمرکز بشید و در واقع روز کنکور به عنوان یک درس کمکی بهش نگاه بکنید و صد خودتون رو در اون درس پیاده بکنید. مورد بعدی که خیلی مهم هست که جزء تجربیات خودم هم هستش اینه که سعی بکنید تا جای ممکن در لحظه‌ای که سر جلسه هستید، میدونم استرس دارید، میدونم سخته، سعی بکنید که منفی نزنید. این که یه تعداد کمی رو درست بزنید و منفی نزنید خیلی خوبه.
تا اینکه یه تعدادی رو درست بزنید، یه تعدادی رو برابر با اون غلط بزنید و همین غلط زدنه درصد شما رو میاره پایین. این هم موضوعی هستش که در واقع باید بهش توجه. همیشه متفاوت هستیم. انتشارات بابان.